شعبه معارف ناحیه شهرینان با مقصد عملی نمودن برنامه دولتی رشد ساحه تربیت تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان تدبیرهای زیادی را راه اندازی نموده است. طبق برنامه مذکور امروز در نزد 32 مؤسسه تحصیلات عمومی ناحیه مرکزهای انکشاف کودکان تا مکتبی با فراگیری 1028 نفر کودکان فعالیت نموده ایستاده است که در تیار نمودن کودکان خردسال به مکتب مساعدت می‌نماید. کودکان ما تا به در مکتب پا گذاشتن با زبان روسی انگلیسی آزادانه صحبت میکنند. ما همه وقت کوشش میکنیم که کودکان را برای وطن دوستی، مهنت دوستی، خویشتن شناسی تربیت و تعلیم دهیم. У нас в садике 40 воспитанников. Мы обучаем их английскому, русскому языку. Работаем строго по плану. У нас проводятся каждый день занятия, игры, прогулка. Приучаем детей к трудолюбию. Также учим детей любить свою родину. Также у нас занятия проводятся по новым технологиям. Дети лучше усваивают. Им интересно, хорошо сидят на занятиях. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه شهرینان همه مرکزهای عمل کننده با موادهای تعلیمی، لوازمات و تجهیزات، بازیچه‌های و موادهای دفترداری تامین میباشند. در آغوش گرم کودکستان دوی ماهیچه طلایی 160 نفر کودک تعلیم تربیت میگیرد. برای آموزش و فراغت آنها همه شرایط فراهم آورده شده است. مربیان دارای معلومات عالی بوده و تربیت درست نسل نورس جامعه مشغولند. با مقصد در عمل تطبیق نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند در کودکستان در دوام سال 2019 مجلس‌های گروهی عمومی گذرانده شدند. باید گفت که در ناحیه 50 مؤسسه تا مکتبی خوب فعالیت می‌نماید. امروز در این مؤسسه‌های تا مکتبی تمام شرایط‌های ضروری برای استراحت و شغل‌های مفید مهیا بوده. کودکان در اینجا از جهت ذهنی و جسمانی سعی خلق می‌یابند.